نیروهای ویژه‌ای که سالها آب دیده گرمترین میدانهای جنگ بودند. اما این بار این نیروها دور از میدانهای واقعی جنگ به گونه نمادین عملیات را از بحر گرامی داشت سال روز استقلال کشور به راه انداختند. نیروهای ویژه پلیس در این عملیات نمادین مأموریت نابود ساختن یک کارخانه تولید مواد مخدر را دارند که در چهارسوی آن مخالفان مسلح دولت حضور دارند. نیروهایی که در کمترین زمان باید به هدف برسند و موانعی را از برابر راهشان بردارند. این یکی از بزرگترین مانورهای نظامی است که کم از کم در چند سال اخیر انجام شده است و این قدرت نمایی زمان برخ کشیده می شود که هنوز هم بخش‌های از کشور در آتش جنگ می سوزند. به دست آوردن یکی از ولسوالی‌های کشور از چنگ مخالفان مسلح دولت بخش دیگر از عملیات‌های نمادین این نیروها در این روز است. نیروهای ویژه ارتش که برای رسیدن به این هدف از سوی نیروهای هوایی کشور نیز پشتیبانی می‌شود. با نمایش گذاشتن قدرت قوای امنیتی افغانستان بود. از هدف نمبر 8 فرار داره. در اینجا هم شیوه های عملیات نیروهای ویژه امنیتی ملی به رخ کشیده می شوند که به گونه نمادین یکی از ایست های بازرسی مخالفان مسلح دولت را در شهرهای کابل، کندهار آماج قرار دهند. ما می خواهیم که مردم افغانستان بفهمند که اینی دستاورد دارد و ایره ما به هر قیمتی که باشه حفظ میکنیم. دستیابی و از میان برداشتن یکی از پایگاه‌های مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گرزیبان ولایت فاریاب هدف نمادین دیگری است. در این روز به این نیروها داده شده است. این چیزی است که از قصه های اصلی ما گرفته شده بود، اینجا به نمایش گذاشته شد. آمارهای رسمی حکومت افغانستان نشان می‌دهند که شمار نیروهای دولتی افغانستان به 350,000 تن می‌رسد. نیروهای هوایی کشور هم 206 هواپیمای گوناگون دارند و بلک هاک از چرخبال‌های پیشرفته است که به تازگی نیروها به دست آوردند.